به نام خدا. زنی درمونده نوزادهای سه‌قلوش و نزدیک یک درخت سدر تو بیابون رها کرد. اون مادر به خاطر فقر و خشکسالی نمیتونست شکم بچه‌هاش رو سیر کنه. دلش نمیخواست که 3 جگرگوشش توی آغوشش از گرسنگی بمیرن. اون برای آخرین بار با آه و ناله بوسیدشون و اونجا رو ترک کرد. به نظرتون اون بچه‌ها چه سرنوشتی پیدا کردن؟ اگر میخواین از راز این ماجرا باخبر بشین تا آخر ویدیو رو تماشا کنید. حتما شوکه خواهید شد. آسمان روستای تشنه رود ماها بود که با زمین قهر کرده بود. خورشید بیرحمانه میتابید و لبان ترک خورده زمین رو سوزانتر میکرد. در میان این برهوت در خانه گلی که بوی غربت و تنهایی از دیوارهایش میبارید، زنی به نام مهتاج نشسته بود. چشمانش که روزگاری مثل چشمه‌های کوهستان برق می‌زد، حالا به گودال‌هایی از خون و اشک تبدیل شده بود. مهتاج همسر سهراب بود، مردی که غیرتش در تمام روستا زبان زد بود. وقتی خشکسالی امان آبادی رو برید، سهراب نتونست بنشینه و تماشاگر از بین رفتن خانواده‌اش باشه. او با دستان خالی و دلی پر از امید سر به بیابان گذاشت تا شاید نشانی از آب یا راه نجاتی بیابد. اما کویر بیرحم او را در کام خود فرو برد. خبر مرگ سهراب زمانی به مهتاج رسید که او با شکمی برآمده سنگینی 3 جان شیفته را در وجودش حس می‌کرد. فریادهای مهتاج در کوچه‌های خلوت روستا پیچید، اما کسی نبود که مرهمی بر زخم او بگذارد. در جایی که همه گرسنه بودند، اشک یتیم خریداری نداشت. 1 ماه بعد، در شبی که ماه پشت ابرهای سیاه پنهان شده بود، مهتاج با کمک قابله پیر روستا 3 قلوهایش را به دنیا آورد. 1 دختر به نام مهناز و 2 پسر به نامهای مهرزاد و مهرداد. مهتاج به صورتهای معصوم آنها نگاه میکرد و میلرزید. سینه‌هایش خشک بود و نایی برای راه رفتن نداشت. او در خانه همسایه‌ها را کوبید، اما پاسخ همه یکی بود: وقتی خودمان نون شب نداریم، چطور شکم 3 انسان اضافه را سیر کنیم؟ پچ‌پچ‌های زهراگین زنان روستا گوشش را می‌خراشید. این زن بیچاره با این 3 بچه چطور می‌خواهد دوام بیاورد؟ اینها جلو چشمش پرپر می‌شوند. یک شب وقتی صدای زجه نوزادان از گرسنگی به عرش رسید، مهتاج تصمیمی گرفت که بند وجودش را لرزاند. او ترجیح میداد جگرگوشه‌هایش در تنهایی بمیرند تا اینکه شاهد جان کندن قطره قطره اونها در آغوشش باشه. با دستانی لرزان تکه کاغذی برداشت و نامهایشان را نوشت، به این امید که اگر معجزه‌ای رخ داد هویتشان گم نشود. آنها را در سبدی حصیری گذاشت. با تکه‌ای از چادر نمازش رویشان را پوشاند و در دل تاریکی شب راهی کویر شد. او به زیر سایه پیرترین درخت سدر منطقه رسید. درختی که قرنها شاهد رنج مردمان این دیار بود. مهتاج سبد را زمین گذاشت. سر کودکانش را برای آخرین بار بوسید و با حقحقی که گلویش را پاره می‌کرد نالید: خدایا، من امانتداری بلد نبودم، تو خودت نگهدار این فرشته ها باش. او با قدم‌های سنگین در حالی که تکه‌ای از روحش را زیر آن درخت جا گذاشته باشد از آنجا گریخت. اما تقدیر بازی دیگری در آستین داشت. احمد، چوپانی که تمام ثروتش چند گوسفند لاغر و 1 دل دریایی بود، آن شب برای جمع کردن هیزم به نزدیکی درخت سدر آمده بود. او از دور سایه زنی را دید که گریه کنان از درخت دور می شد. احمد با تعجب جلو رفت. در میان سکوت وهم آلود شب صدای ناله ضعیف شنید. پارچه را کنار زد و با دیدن 3 نوزاد که مثل گلبرگ‌های خزانی در هم پیچیده بودند خشکش زد.
احمد مردی بود که سالها در آرزوی شنیدن صدای گریه فرزندی در خانه‌اش سوخته بود. او و همسرش ماهرو سالها بود که با حسرت به گهواره‌های خالی دیگران نگاه می‌کردند. احمد سبد را به بغل گرفت و با قدم‌هایی که از شوق می‌لرزید به سمت کلبه‌اش دوید. وقتی وارد خانه شد، ماهرو مشغول وصله زدن به لباس‌های کهنه‌اش بود. احمد با صدایی بریده گفت: ماهرو، برخیز که خدا جواب 10 سال دعا و نذر تو یک جا داده است. ماهرو با دیدن بچه‌ها بی اختیار به گریه افتاد. او بدون اینکه بپرسد این بچه‌ها از کجا آمده اند، آنها را به سینه فشرد. احمد ماجرا را برایش تعریف کرد و هر دو دانستند که این امانت‌های الهی آزمونی سخت برای زندگی فقیرانه آنها هستند. اگه تا اینجای داستان رو دوست داشتین بنویس خدا روزی رسونه و ویدیو رو لایک کن و عضو کانال شو و تا آخر داستان با من بمون. خشکسالی همچنان ادامه داشت و آذوقه بسیار کم بود. ماهرو با ایثاری مادرانه شیر بزهای پیر را با آب مخلوط میکرد تا برای هر 3 بچه کافی باشه. او و احمد سهم غذای خود را کم کردند تا کودکان گرسنه نمونند. احمد روزها 2 برابر کار میکرد و شبها به کارگری در روستاهای اطراف میرفت تا بتونه قطره‌ای روغن یا مشتی غله برای خانواده جدیدش فراهم کنه. 10 سال گذشت. کویر با بارش بارانهای بهاری دوباره سبز شد و فرزندان محتاج در آغوش پرمهر احمد و ماهرو قد کشیدند بدون اینکه بدونن در رگ‌هایشان خون دیگری جاری است. مهناز دختری هنرمند شده بود که زیباترین جاجیم‌ها را می‌بافت. مهرزاد در شجاعت و نگهداری از گله دستیار احمد بود و مهرداد با هوشی سرشار هر کتابی را که به دستش می‌رسید می‌بلعید. در تمام این سالها احمد ماهی چند بار به زیر آن درخت سدر می‌رفت به امید اینکه شاید نشانی از مادر دردمند بیابند، اما کویر ساکت بود تا اینکه یک روز گرم تابستانی زنی با چهره شکسته و لباسهای غبارآلود در سایه همان درخت سدر به خاک افتاد و زجه‌هایش سکوت دشت را شکست. زنی که کیسه کوچکی از سکه‌های طلا را به سینه فشرده بود. او در این 10 سال در غربت و تنهایی از نان شبش زده بود تا این سکه ها را برای فرزندانی جمع کنه که حتی نمیدونست زنده اند یا مرده. او با هر حقحقی میگفت: ببخشید مادر، ببخشید که ضعیف بودم و شما را به دست طوفان سپردم. احمد که مثل همیشه برای سرکشی به آن محل اومده بود، با دیدن زن تپش قلبش تند شد. او میدونست این لحظه بالاخره فرا میرسه. وقتی جلو رفت و محتاج را شناخت، گویی زمان متوقف شد. محتاج با دیدن احمد ابتدا ترسید، اما وقتی احمد با صدای لرزان گفت: امانت‌هایت پیش من هستن خواهر، نترس، آنها زنده اند. محتاج از هوش رفت. ساعتی بعد محتاج چشم باز کرد. بوی نان تازه و پونه کوهی فضای خونه رو پر کرده بود. ماهرو بالای سرش بود و با اشکی که در چشم داشت دستهای پینه بسته محتاج رو میبوسید. محتاج با صدای خشدار پرسید: آیا خواب میبینم؟ در همین لحظه صدای خنده و هیاهویی از حیاط به گوش رسید. 3 نوجوان با چهره‌های شاداب وارد شدند. محتاج با دیدن آنها گویی دوباره متولد شد. او در چشمان مهناز نگاه خودش را دید و در پهنای شانه‌های پسرها رشادت سهراب خدا بیامرز را. احمد برای اینکه بچه‌ها شوکه نشن، محتاج را به عنوان عمه دور افتاده‌ای که از سفر برگشته معرفی کرد. اون شب سفره‌ای پهن شد که با شکوه‌ترین سفره زندگی محتاج بود. نه به خاطر غذا، بلکه به خاطر حضور 3 جگرگوشه‌اش. او تمام شب به صورتهای اونها زل زده بود و در دل احمد و ماهرو را دعا میکرد که چنین فرشته‌هایی پرورش داده بودند. ماها گذشت و
مهتاج در کنار اونها موند. او تمام سکه هایی را که با خون جگر جمع کرده بود به احمد داد تا برای بچه ها خرج کنه. با اون پول احمد گله‌اش را بزرگتر کرد و برای مهرداد کتاب‌های جدید خرید. اما یک سنگینی بزرگ روی سینه مهتاج، احمد و ماهرو بود، راز حقیقت. سرانجام روزی فرا رسید که مهناز قرار بود عروس بشه. پسر کدخدای آبادی که جوان نیکنام بود به خواستگاریش اومده بود. احمد رو به ماهرو محتاج کرد و گفت: بچه ها حالا قد کشیدن، حق دارن بدونن ریششان کجاست. نباید اجازه بدیم این درخت روی خاک پنهانکاری رشد کنه. شب قبل از عروسی وقتی همگی زیر سقف پرستاره کویر نشسته بودند و چای آتشی می نوشیدند، احمد گلویش را صاف کرد. سکوت سنگینی حکم فرما شد. احمد با صدایی که از عمق جانش می اومد داستان اون شب طوفانی و درخت سدر رو تعریف کرد. او از فقر مهتاج گفت، از اینکه چطور خدا این سه هدیه رو در دامن احمد و ماهرو گذاشته است. بچه ها در سکوتی مطلق گوش می دادن. مهناز اشک می ریخت و مهرزاد و مهرداد به افق خیره شده بودند. مهتاج که توان نگاه کردن در چشمان اونها را نداشت، سرش رو پایین انداخته بود و شانه هایش از گریه می لرزید. او منتظر بود که بچه ها با نفرت نگاش کنند یا او را از خودشون برونند. ناگهان مهرداد که از همه متفکرتر بود بلند شد. او ابتدا به سمت احمد و ماهرو رفت. دستهایشان را بوسید و گفت: شما به ما زندگی بخشیدید و هیچ چیز این پیوند را سست نمی‌کنه. سپس به سمت مهتاج برگشت. مهتاج چشمانش رو بست تا تلخی نگاه پسرش رو نبینه، اما گرمای آغوشی رو حس کرد. مهرداد سرش را روی شانه مادر واقعیش گذاشت و گفت: مادر، تو ما رو رها نکردی، تو ما رو به خدا سپردی. اون سکه هایی که آوردی بوی سالها دلتنگی و عشق میدن. ما چطور میتونیم از تو متنفر باشیم؟ مهناز و مهرزاد هم به اونها پیوستن. اون شب کلبه کوچک احمد شاهد معجزه دیگه بود، معجزه بخشش و پیوند دو خانواده. فردای آن روز عروسی مهناز با شکوهی بی‌نظیر برگزار شد. مهناز در حالی که دو مادر در دو طرفش بودند و دو پدر، یکی در خاطره و یکی در واقعیت پشت سرش، به خانه بخت رفت. مهتاج دیگه اون زن در هم شکسته نبود و در کنار احمد و ماهرو ماند و اونها با هم بزرگ شدن نوه‌هایشان را تماشا کردند. اونها به همه روستا ثابت کردند که گاهی فقر میتونه آدمها را از هم جدا کنه، اما عشقی که ریشه در حقیقت و ایثار داشته باشه مسیرش رو از میان ریگ‌های روان کویر پیدا میکنه و دوباره به سرچشمه باز میگرده. داستان اونها در تاریخ روستای تشنه رود ماندگار شد، داستانی که زیر سایه آن درخت سدر کهنسال آغاز شده بود و حالا مثل ریشه های همان درخت در اعماق خاک و جان مردم ریشه دوانده بود. زنگوله رو بزن تا داستانهای بعدی رو از دست ندید. خدا نگهدارتون.